بچه ها سلام. اینجا شرکت صنعتی سفید رود رشته، شرکت صنعتی شماره 1 که البته بعضی میگن شماره 2 ولی ما چون داخل شهره بهش میگیم شماره 1. یه شرکت صنعتی دیگه هست میگن شرکت صنعتی لاکان که اون برای دوران شاه، یعنی دوران قبل انقلابه. البته بهتون بگم این شرکت صنعتی نوسازه، یعنی تقریبا البته بهتون بگم 20 سالی میشه ساخته شده، ولی خب در هر صورت نوسازه. دارم میرم دنبال کار، چون ما توی رشت خیلی سخت کار پیدا میکنیم. اگرم کار پیدا کنیم توی مغازه ها کار پیدا میکنیم، یعنی جای خصوصی شخصی که اونا حقوق مثلا قابل قبولی نمیدن. البته نمیتونن بدن ها، نمیگم نمیخوان بدن، ولی خب چون الان شرایط خیلی سخته و درآمد پایین جواب نمیده، اومدم دلو زدم به دریا دیگه. حالا من چون تراشکارم، جوشکارم و فرسکار و چندین ساله دارم کار میکنم، امید دارم که ایشالله بتونم پیدا کنم. فقط خواستم با شما به اشتراک بذارم. این شرکت صنعتی خیلی بزرگه، چند فاز داره، یعنی چند بخش داره. بخشای صنعتیش جداست، بخشای مثلا خوراکیش جداست، فرق داره دیگه. یعنی بهتون بگم هر بخشش جداگانه واسه خودش یه محیط داره. حالا من دارم میرم ببینم میتونم جایی پیدا کنم که قابل قبول باشه. ببینید من نمیدونم شما توی استان خودتون، توی شهر خودتون پای حقوقتون چقدره، ولی شاید باورتون نشه من دنبال پای حقوق 25 تومن تا 30 تومن میگردم. یعنی دنبال این حقوق 25 تا 30 تومن که بتونم بخورم نمیرم. یعنی دنبال آرزوام نیستم، چون دیگه قید آرزوامو زدم. فقط دنبال اینم که بیشتر کسی که توی خونه منتظرمه بتونه اون چیزی که دلش میخواد رو داشته باشه. اگه میدونم اون چیزایی که دلش میخواد نمیتونم واسش فراهم کنم، ولی باز یه مقدارش رو بتونم فراهم کنم، همونم یه امیده. خودم که به درک. فقط میتونم بهتون بگم که ما توی رشت دیگه هیچی نداریم، همه چیز از دست دادیم. همون شادی که داشتیم و از دست دادیم، همون روحی که توی وجود رشت زنده بود و از دست دادیم. الان فقط میخوایم زنده باشیم، فقط زنده باشیم و بتونیم به سختی زندگی کنیم. الان من اینجا هستم توی شرکت صنعتی. اگر کار پیدا کردم که براتون میذارم، اگر پیدا نکردم که همین ویدیو میشه آخرین ویدیو. البته ویدیوهای دیگه میذارم ولی خب دیگه به امید پیدا کردن کار اومدم، گفتم با شما به اشتراک بذارم.